چطور یک حزب میتونه که قومگرا نباشه ولی افغانستان پشت سر خود بکشونه؟ چطور؟ کلگی ما میگیم برنامه بسیار ملی، برنامه کل بسیاری اعضا خواندیم، بسیار کم تفاوت داره. استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، انکشاف، پیشرفت، ترقی، همه چیز میخوایم. ولی به شما جوانان و بخصوص برای خود بر بیس مسئول یک حزب سیاسی میگم که ما باید فکر کنیم که از اینمی آشفتگی و پراکندگی ملت نجات بدیم، آگاهی بدیم ملت. یک وظیفه کلان روشنفکری احزاب و ساختارها و سیاستی است که برای مردم آگاهی دهی کنند تا بتونن مردم به محور برنامه ها جمع شوند. خب البته این کار بسیار دشوار است، مسلما ما نمیتونیم یک شبه ایرای دراز طی کنیم. نقش محوری احزاب باز شخصیت ها بسیار مهم است. شخصیت های کرازماتیک مانند فیدل کاسترو، گاندی، نیرو و غیره در افغانستان ظهور و بروزش بنابر ریخت اجتماعی جامعه افغانی بسیار دشوار است. چرا رهبری ملی تبارز نمیکنه؟ اول ملت ایجاد نشده. تا که ملت به حیث ملت، خب بازی بحث دیگه که بازی در دوران سرمایه‌داری ملت ایجاد میشه، این میشه بر بحثاش میمانیم. اما فعلا ما مثلا مدعیستیم، ما که حزب ما یک حزب سراسری است. ما در 24 ولایت افغانستان دفتر داریم، در 34 ولایت افغانستان شورا داریم، کار میکنیم، شب و روز زحمت میکشیم و غیره و غیره و غیره. ولی دنیای پرابلم داریم.